Today's between master and disciples from Zoroastrianism's sacred Avesta, Yasna 48-50, will be presented in Persian with subtitles in Arabic, Aulaxese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. زرتشت پیامبر در حدود قرن ششم قبل از میلاد در شرق ایران میزیست. تعالیمی که به وسیله وحی از جانب خداوند بر وی نازل گشت، اساس تعالیم زرتشتی را تشکیل می‌دهند. اعتقاد به وجود خدای یکتا و رسیدن به شادی و پاداش فردی که نتیجه پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است، اصول اعتقادی آیین زرتشت میباشند. به خاطر ارزش و احترامی که زرتشت برای حیات تمام موجودات زنده قائل بود، وی گیاهخواری مطلق را پیشه کرده بود و قربانی کردن هر نوع حیوان را قدغن نمود. اعتقاد بر این است که نگرش و فلسفه جهانی او بر فلسفه و تفکر یونانی و حتی بر آیین بودایی نیز تأثیر گذاشته است. متون مقدس زرتشتیان در مجموعه‌ای به نام اوستا گردآوری شده است. ما به شما گزیده‌ای از تعالیم حکیمانه این پیامبر را ارائه می‌کنیم. او این تعالیم را در حضور پیروانش بیان کرده بود. سرانجام در روز شمار و پاداش، هنگامی که راستی بر دروغ چیره گردد و هنگامی که پرده از روی نیرنگ دیوان و همدستان آنها برای همیشه برداشته شود، آنگاه ستایش و ایمان به تو ای هستی بخش گسترش خواهد یافت. ای هستی بخش یکتا، پیش از این که کشمکش در اندیشه هم درگیرد، مرا از دانستنی ها آگاه ساز. آیا پارسا و درستکار بر هواخواه دروغ فیروز خواهد شد؟ بیگمان خواست تو چنین است و این بزرگترین فیروزی در زندگی به شمار می رود. هستی بخش دانا و سرچشمه نیکی بهترین آموزش را در پرتو راستی به مردم دانا و پارسا خواهد آموخت. آموزشی که همه پاکان و روشندلان و آموزگاران راه عرفانی از آن آگاهند، بدان چم که تنها در پرتو منش پاک ای مزدا میتوان دلباخته درگاه تو شد. ای مزدا، آنکه اندیشش نیک یا بد باشد، کردار و گفتار و وجدانش نیز به نیکی یا بدی خواهد گرایید. راهی را که اندیشه با آزادی برگزیند، اراده و ایمان نیز از آن پیروی خواهد کرد و با آن هماهنگی خواهد داشت و در خرد و دانش تو آنها از هم جدا خواهند بود. ای آرمیتی، نباشد که شهریاران ستمگر و بدرفتار بر ما فرمان برانند و بشود که شهریاران دادگر و پارسا و نیکو رفتار که دانش و خرد رهنمای آنهاست بر ما فرمان روایی کنند. ای آرمیتی، پاکیزگی برای مردم از هنگام زایش بخشش ایزدی به شمار می رود. ما باید برای آبادانی جهان و پیشرفت آفرینش کار کرده و مردمان را به سوی روشنایی و راستی رهبری کنیم. به راستی که زمین پناهگاه نیکی برای ماست و به ما پایداری تن و نیروی روان که از فروزگان گرانبهای وهومن است خواهد بخشید و اهورامزدا هستی بخش دانای توانا در پرتو عشا زمین را با گیاه و سبزه بیاراست. خواست مزدا و قانون ازلی و ابدی عشا چنین است.
خشم و کینه توزی را از خود دور کنید. نگذارید اندیشه هایتان به خشونت و ستم گرایش پیدا کند. در برابر ستم بایستید و به مهر و منش پاک دل ببندید. رادمردان پاک سرشت برای گسترش راستی و درستی پیوند استوار خواهند ساخت. برای گسترش راستی به راهدان پاک بپیوندید و هواخواهان راستی را به سوی بهشت، جایگاه تو ای مزدا که منزلگه راستان و پاکانه است رهبری خواهند کرد و به بارگاه اهورا راه یابید. ای مزدا، آرزوی من برخورداری از نیروی مینوی خشترای توست. نیرو و توانایی بر چیرگی بر هوای نفس و خدمت به هم نوع از برای پیشرفت جهان و مردمان، ولی خواست من برای برخورداری کسان و پیروانم از بخشش های تو ای هستی بخش یکتا بسیار بیشتر است. چه اندازه آرزو دارم که در پرتو راستی و پاکی خود را به پیروان و به هواخواهان راستی آشکار سازی تا با یاری اندیشه نیک در پیشبرد کارهای نیک کوشا باشیم. ای مزدا، چگونه بدانم که تو هم بر ما و هم بر آنانی که در پی آزار منند شهریاری میکنی؟ ای عشا، روش نیکندیشی و بهروزی را بر من آشکار ساز. ای مزدا، مرا از چگونگی بخشایش خیش آگاه فرما، چرا که یک سوشیانت رهایی دهنده باید از پاداشی که برای وی می باشد نیک آگاه گردد. ای مزدا، چه هنگام یارانم برای گسترش دین اهورایی خواهند آمد؟ چه هنگام پلیدی و دروغ از پهنه گیتی برانداخته خواهد شد؟ آن چیزهایی که کویان سیهکار با آن مردم را می‌فریبند و شهریاران ستمگر با آن و اندیشه های شوم بر کشور ما فرمان می‌رانند. ای مزدا، چه هنگام راستی و پاکی و پارسایی به سوی من خواهد آمد و در پرتوی چیرگی بر نفس آشتی و آرامش در جایگاه امن پدیدار خواهد شد. به هنگام پدیداری سیهکاران ستمگر چه کسانی در برابر آنها ایستادگی خواهند کرد و چه کسانی از دانش و بینش نیک بهومن برخوردار خواهند شد؟ به راستی سوشیانت‌ها و رهانندگان گیتی با پیروی و برخورداری از منش نیک بهومن بایسته خود را انجام خواهند داد. آنها کردارشان از راستی و پاکی عشا سرچشمه گرفته و با آموزش‌های تو ای مزدا هماهنگی دارند و به درستی از بین برندگان خشم و جدایی و پدید آورندگان مهر و دوستی هستند. ای مزدا، بندوه دشمن زرتشت بزرگترین ایستاده بر سر راه من است و پیوسته با گمراه کردن مردم خود را خرسند می کند. ای بخشنده مهربان، به سوی من آی و مرا توانایی بخش تا در پرتو منش پاک بر او دست یافته و او را از گمراهی رهایی بخشم تا از پاداش نیک برخوردار گردم. به درستی زشتکاری های بندوه مرا نگران ساخته است، زیرا آموزش های او جز دروغ و نیرنگ و گمراه ساختن مردم و دور نگاه داشتن آنان از راستی و پاکی چیز دیگری نیست. او هیچگاه از خود دلبستگی به پروردگار و ایمانی پاک و استوار آرمئیتی نشان نمی دهد و هیچگاه با اندیشه پاک به تو نمی اندیشد. او هیچگاه با اندیشه نیک در پرسش و پاسخ نیست. ای مزدا، تو برای مردم باور داشتن به این آموزش را خواسته ای که راستی رستگاری بخش و سودمند و دروغ زیان آور است. بنابراین آرزو دارم که مردم پیوند خود را با اندیشه پاک استوار سازند و پیوند خود را با دروغ و هواخواهان آن بگسلند.
کجخردان و بداندیشان با اندیشه و زبان خشم افزایند و رشک را برانگیزانند و کارگران و سازندگان درستکار را از کار باز می دارند. این زشتکاران گرایشی به نیکوکاری نداشته و چنان به دروغ و نادرستی خو گرفتند که همچو دیوان مانند. ای مزدا، کسی که با خواست درون و جانبازی میان وجدان و منش پاک خود پیوستگی پدید آورد، چون این کسی از آرمئیتی و عشا ایمان به خدا و راستی برخوردار شده و به زیور خرد آراسته خواهد گردید و سرانجام با برخورداری چنین فروزگان مینوی ای اهورا در سرزمین جاودانی تو به سر خواهد برد. ای مزدا و ای عشا، خواستارم تا مرا از اندیشه پاک و خرد خیش آگاه سازید تا راستی و درستی را باز شناسم و دینی را به جهانیان آشکار کنم که از سوی تو ای هستی بخش پدید آمده است. ای اهورامزدا، بشود همه با منش پاک و از روی راستی و هومن و عشا به سخنانم گوش فرا دهند. ای هستی بخش، هنگامی که پیام پاک تو را به مردم می آموزانم، گواه باش تا یاران و خودمانی ها ایریما و خویتوش برابر قانون ایزدی عشا زندگی کرده تا برای همکاران راهنمای نیکی باشند. ای هستی بخش دانا، به فرشوشتر بهترین بخشش که همانا هماهنگی با عشا و پیوستن به تو است را ارزانی دار و همین بخشایش را در مورد دیگر پیروانم روادار. بشود که در پرتو خشت را نیروی شهریاری مردم را یاری رسانده و از دوستداران تو باشیم. یاری رسانی که برای رهایی مردم از تنگنا آفریده شده است، باید این دستور ایزدی را به گوش فرا گیرد که راستگو هیچگاه اندیشه پیوند با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد. ای جاماس بدانا، کسانی که با دین و ایمان بوده و دارای وجدان روشنند، با راستی و پارسایی پیوستگی داشته و سرانجام از بهترین پاداش بهشت برخوردار خواهند شد. ای مزدا، با درود به آرمئیتی، این گوهرهای گرانبها که همانا روان نیکندیشان و درستکاران هستند را برای نگهداری به تو می سپارم، چرا که تویی شهریار بزرگ و نیروی پایدار و جاودانگی. روان شهریاران ستمگر و بدکاران و زشت گفتاران و سیه‌دلان و کجندیشان و هواخواهان دروغ به دوزخ که همانا سرای دروغ و تیرگی باشد باز خواهند گردید، چرا که نهاد و بنیان روشن آنها رو به تیرگی نهاده و از روشنایی دور گشتند. ای هستی بخش دانا و توانای یکتا، پرستندگان تو در پرتو عشا از کدام یاری برخوردار خواهند شد؟ آیا زرتشت نیز در پرتو وهومن از یاری تو بهره‌مند خواهد گردید؟ ای اهورا، با سرودهای شایسته تو را ستایش کرده و آرزو دارم آنچه را که در نزد تو گرامی ترین است به من ارزانی داری. روانم پس از مرگ از یاوری چه کسی برخوردار خواهد شد؟ به هنگام گرفتاری چه کسی از من و یاران و پیروانم نگهداری خواهد کرد؟ ای هستی بخش دانا، جز عشا نشان راستی و پاکی و وهومن نشان منش پاک و روشندلی، کس دیگری گرهی از گرفتاریم نخواهد گشود، آن هم اگر خواستم از روی راستی باشد. ای مزدا، کسی که پیوسته در اندیشه ایمنی و سود خویش است و خرمی و آبادی را برای جهان و مردمان آن می‌خواهد، چگونه به جهان خرمی بخش مهر خواهد ورزید
پارسایانی که برابر هنجار هستی و راستی و پاکی عشا زندگی می کنند، در جایگاهی که از پرتو خورشید تو درخشان و منزلگه دانایان است به سر خواهند برد. ای مزدا، کسی که نیروی مینوی خشترا و بهومن راهنمای او در زندگی است و عشا سرچشمه راستی خواهد رسید. همچنین کسی که در پرتو بخشایش ایزدی به پیشرفت و آبادانی این جهان دوست داشتنی که دروغ و درویی آن را فرا گرفته یاری رساند، از همراهی عشا برخوردار خواهد شد. ای هستی بخش یکتا، با سرودهای ستایش تو و همچنین عشا و هومن و خشترا نمادهای راستی، نیکمنشی و شهریاری و توانایی را می ستایم و خواستارم که در فرازین راه آسمان راستی گام نهاده و به آوا و سخنان دوستداران و دلباختگان تو که در گروسمان بهشت برخواهد خواست گوش فرا دهم. ای هستی بخش دانا و ای جلوه‌گاه راستی و پاکی عشا، با مهر و دوستی به سوی سراینده مانترای آسمانی خیش روی آورده و یار و پشتیبان او باشید تا بتواند ما را به روشنایی ابدی و خوشبختی جاودانی رهنمون کند. ای اهورامزدا، زرتشت دوستدار عشا با آوای بلند تو را ستایش کرده و چنین آرزو دارد: باشد که پیوسته زبانم را با گفتار شیرین و اندیشمند همراه ساخته و خرد را راهنمایم کنی. ای مزدا، در پرتو منش پاک آیین خود را به من بنما و مرا از آن برخوردار ساز. ای هستی بخش دانا و ای پاسدار آزادی و ای سزاوار ستایش، با نیایش به درگاه تو راه خواهم یافت و در پرتو راستی و منش پاک به تو خواهم پیوست. ای مزدا، مرا رهبری فرما و در کارهایم یاور و پشتیبانم باش. ای هستی بخش دانا، با سراییدن سرودهای منظوم و موزون گاتاها که از شور دل برمیخیزد و با دستهای برافراشته به تو روی آورده، خواستارم ای مزدا، چون دوستداری با وفا و فروتن در پرتو راستی و پاکی و خرد شگفتی آفرین به تو نزدیک گردم. ای پروردگار خرد و ای جلوه‌گاه راستی و درستی، در پرتو کارهایی که از خرد و نیکمنشی سرچشمه گرفته است و با سرودهای پاک ستایش کنان به سوی تو باز خواهم گشت. ای مزدا، تا آنگاهی که به هدف دلخواه خود دست یابم با شور بسیار آرزومندم تا از دانش و آیین نیک تو برخوردار شوم. ای هستی بخش، بشود کارهایی که در گذشته انجام شده و آنچه در آینده از روی خرد و اندیشه پاک انجام خواهم داد از دیدگاه تو شایسته بوده و مورد پسند درگاهت باشد. تابش خورشید و روشنایی سپید دم برابر هنجار هستی نمایانگر فر و شکوه تو و از برای ستایش توست. ای اهورامزدا، هستی بخش دانا و توانای یکتا، خداوند جان و خرد، تا آنگاه که مرا توش و توان است ستایشگر تو بوده و تا آنجا که تاب و توان دارم به راه راستی خواهم رفت و ستایشگر تو خواهم ماند. بشود که آفریننده جهان در پرتو منش پاک نخستین و بهترین آرزوی درستکاران که همانا پیشرفت، آبادانی و تازه گردانی جهان است را برآورده سازد.
از شما بینندگان همدل برای همراهیتان با برنامه امروز میان استاد و شاگردان سپاسگزاریم. برنامه بعدی که پس از اخبار قابل توجه در سوپریم مستر تلویزیون پخش خواهد شد، دنیای حیوانات همزیستان ما می باشد. امید است که آرامش بهشتی و عشق الهی زندگی شما را با معجزات و تبرکات مملو سازد. Thank you, harmonious viewers, for your company for today's Between Master and Disciples. Up next is Animal World, our co-inhabitants, right after noteworthy news here on Supreme Master Television. May heavenly peace and divine love fill your life with wonder and blessings. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.